هلو. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. امروز میخوام چند تا سریال فوق‌العاده بهتون معرفی کنم. قبل از اینکه معرفی کنم لطفا ساب و زنگوله رو بزنید. امروز میخوام چند تا سریال علمی تخیلی و مهارت طبیعی بهتون معرفی کنم. اولین سریال اینجوریه که پس از ظاهر شدن حباب‌های عجیب که داخلشون موجودات عجیب هستن، دولت مجبور میشه برای نیروی بیشتر به دانش آموزانی که برای دانشگاه آماده میشن آموزش بده تا از مردم در برابر موجودات محافظت کنن. این سریال داستان یک گروه دانش آموز رو روایت میکنه که باید این شرایط تحمل کنن. خیلی خوبه، خیلی زیاد. یکی از بهترین فیلمایی بود که من دیدم. تو سبک خودش فوق‌العاده است. ژانرش دارک، هیجانی، مهارت طبیعی. اسمش وظیفه بعد از مدرسه یک فصله و کره‌ای هم هست. یادم میرفت امروز مدل موهامو تغییر دادم. داستان این سریال اینجوریه که تو به خاطر تصادف والدین رو از دست دادی و یه جورایی افسرده هستی و توی دانشگاه با یه پسری آشنا میشی به اسم استیون و یه برادر جذابم داره به اسم دیمن و تو کم کم به استیون علاقه‌مند میشی و میری تو رابطه. بعد متوجه میشی که این دو برادر خونه‌شام هستن. یعنی دوست پسر 161 سالشه و تو میتونی اینو قبول کنی یا نه. چیزی که این داستان رو جذاب میکنه اینه که تو شبیه معشوقه قبلی دوست پسرت هستی که اونم خونه‌شام بوده. یه جورایی کپی همدیگه هستید. ژانرش دارک، ترسناک، عاشقانه. اسمش هست خاطرات خونه‌شام. 8 فصله. بعد از اینکه اونو تموم کردید برید اصیل ها رو ببینید. A few moments سریال later. سوم اینجوریه که کل کره زمین نابود شده و هزاران انسان داخل سیلی و غول‌پیکر زیر زمین زندگی میکنن و داره قانون و مقررات بسیار سختی هست و بالادستی هم معتقدن بیرون از این سیلو خطرناکه و قابل زندگی نیست. آیا این حرف حقیقت داره یا نه؟ و تو توی این به این فضولیت گل میکنه و به رازهای عجیب این سیلو پی میبری. ژانرش دارک، علمی تخیلی. اسمش هست سیلو و فعلا 2 فصلش اومده. سریال سوم نه چهارم اینجوریه که کل کره زمین کور میشن و چند قرن ادامه پیدا میکنه و هر کی کور نباشه بهش میگن شیطان نور یا جادوگر نور و باید بکشنش، چون توی اون دوران یه جورایی جرم به حساب میاد. و یه زن یه روز در حال بچه به دنیا اومدن متوجه میشه دو قوریه و بعد از چند سال میفهمه که اونها کور نیستن و بینایی دارن و تو یکی از اون بچه ها هستی. آیا میتونی تو این دنیا زنده بمونی بین این همه دشمن؟ ژانر دارک، علمی تخیلی. 3 فصله. اسمش هم هست سی. سریال پنجم اینجوریه که تو همراه با خانوادت تو مسافرت هستید و توی جاده به درختی برخورد میکنید که جاده رو بسته و اون درخت اون قدری بزرگ هست که نتونی جابجا کنی. مجبور میشی دور بزنی و به یه شهری میرسی و ازش رد میشی. دوباره به اون شهر باز میگردی. اینجوریه که هرچی بری بازم به اون شهر میرسی و مردم اونجا سعی دارن به شما بگن بیایید پایین، الان شب میشه. چون شبح حیله‌هایی که به شکل انسان هستن میان بیرون و آدما رو میکشن و تو آیا حرف غریبه ها رو گوش میدی یا نه؟ و این حیله‌ها اینجوریان که اگه تو دلت واسه یکی تنگ شده باشه خودشونو به شکل اون در میارن و میگن عزیزم درو باز کن. ژانرش ترسناک، دارک، علمی تخیلی. 3 فصله. اسمش هست فرام. بای بای.